درود خداوند بر شما عزیزان. یکی از چالش‌های هر روزه من زمان هست. بیشتر اوقات زمان 24 ساعت برای من کافی نیست و بیشتر اوقات فکر میکنم کاش که زمان بیشتری رو داشتم. اما امروز وقتی داشتم به این موضوع فکر میکردم به خودم یادآوری کردم که چطور از زمانهای خودم استفاده میکنم. آیا به واقعیت تک تک ما از زمانهامون به بهترین نحو استفاده میکنیم؟ زمان بزرگترین چیزیه که همه ما انسانها به صورت یکسان و برابر از اون بهره‌مند هستیم. هیچ فرقی نمیکنه که توی چه جایگاه و مقامی هستیم. تعداد ساعات یکسانی برای همه ما وجود داره. اما توی کلام خدا در افسوسیان باب 5 آیه 16 کلام خدا میگه فرصتها رو غنیمت شمارید زیرا روزهای بدی است. آیا به واقعیت ما به عنوان فرزندان نور از فرصتهایی که خدا به ما بخشیده، از ساعتهایی که به عنوان زندگی در این زمین به ما بخشیده بهترین استفاده رو میبریم؟ آیا به بهترین شکل این زمانها رو در حضور خدا سپری میکنیم؟ آیا زمانهای ما پر از حضور خدا و پر از فعالیت‌هایی هست که جلال او رو آشکار بکنه؟ چقدر خوبه که امروز در مورد این موضوع کمی بیشتر فکر بکنیم. زمانهای خودمون رو چطور استفاده می‌کنیم؟ و آیا زمانهای ما برای خدا استفاده میشه؟ آیا بهترین زمان روزمون، اولویت روزمون رو به خدا تقدیم کردیم؟ پس تشویقتون میکنم امروز در مورد این موضوع کمی بیشتر فکر بکنیم. چقدر خوبه که همه ما از این ثروت عالی که خدا بهمون بخشیده بهترین استفاده رو بکنیم. برکت خدا با شما عزیزان باشه و بماند.